سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز میخوایم بهتون یاد بدیم چجوری مشکل تایم اودتون رو داخل بازی کال آف دیوتی حل کنید. انگار وارد کال آف دیوتی نمیشه یا اگر میشه پینگتون خیلی بالای نوسان داره و اینجور چیزا. شما باید وارد مارکت بشید. خب دقت کنید، وارد مارکت بشید. این برنامه‌ای که ما میگیم شما دانلود کنید. می‌نویسید پینگ. اوکی، همین پینگ رو که ما سرچ کردیم می‌نویسید. وقتی سرچ کردین چند تا برنامه براتون میاد. این برنامه اول کاهش پینگ رو روش کلیک میکنید و دانلودش میکنید. دانلود رو نصب کردید، وارد برنامه میشید. خب وقتی وارد برنامه شدین، اینجا این بالا میتونید ببینید چند تا چیزی آورده. خب که میتونید اگه این گزینه اگه اصلی که خودش گذاشته کار نکرد عوضش کنید. حالا با هم یکی خودش کار داریم. وقتی روش کلیک کنید بعضی موقع تبلیغ میاره و تبلیغ حتما تا تاش نگاه کنید. حالا ما روش کلیک میکنیم، الان تبلیغ میاره. حتی از قبل تبلیغه، بعضی موقع میاره تبلیغ، بعضی موقع نمیاره، دیگه بستگی به شانستونه. وقتی تبلیغ آورد حتما تا تاش نگاه کنید تا بعد روشن بشه. الان میبینید خاموش بود، وقتی روش زدیم روشن شد. وقتی فعال بشه شما وارد کال آف دیوتیتون بشین، مشکل تایم اودتون حل میشه دیگه. یعنی دیگه تایم اود بعد پینگتون هم داخل بازی خیلی پایین میاد، دیگه نوسان پینگ هم ندارین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک فراموش نشه، کانال ما رو دنبال نکردید دنبال کنید، زنگوله رو بزنید تا از جدیدون با خبر بشید. فعلا خداحافظ.